بله، ما هفته پیش داشتیم راجع به نوازش ها صحبت میکردیم و اینکه چی میشه ما نوازش نمیگیریم و من راجع به تصویر ذهنی صحبت کردم و اینکه اگر تصویر ذهنی ما کمتر از آنچه که هستیم یا بیشتر از آنچه که هستیم باشه، نوازش ها نامتناسب میشه با واقعیت ما، برای نوازش ها فیلتر میشه. برای مثال گفتم اگر کسی خودش رو در واقع نازیبا یا اینکه ناپسندیده و ناخوب بپنداره ولی دیگران ویژگی‌های خوبی در اون ببینن ولی تصویر ذهنی اون کمتر از واقعیتش باشه، نوازش‌هایی که بیشتر از بهره نوازشی بهش داده بشه فیلتر میکنه. و یا برعکس، اگر خودش رو به صورت جاه طلبانه یا نارسیسیک بیشتر از اون چیزی که هست و خودشیفته بیشتر از اون چیزی که هست بپنداره، خب نوازشی دریافت نمیکنه و بازم میرنجه. امروز میخوایم یه خورده روی این موضوع از یک دیدگاه دیگه جلو بریم، یعنی این چی میشه نوازش نمیگیریم، و اون اینه که پیام‌های والد درونمون به کودک درونمون که مانع دریافت نوازش میشه. و برای اینکه من اینو توضیح بدم نیاز بودش که بگم که گفتگوی درون چیه، در سطح تحت خودآگاه چه اتفاقی میفته و گاهی اوقات مثل همین انیمیشن آیا ما با خودمون با خودمون حالتهای مختلف والد و بالغ و کودک در تعامل قرار میگیرند در یک تعامل درونی که خب بله میگیرند. برای همین بودش که وقتی الان این انیمیشن رو دیدم یه خورده به وجد اومدم و برام جالب بود که در واقع همون شخصیت با کاراکترهای مختلفش داره بازی می‌کنه. بله در واقع همینطور. بسیار خب آقای دکتر، ما توی هفته‌های گذشته راجع به موضوع نوازش خیلی صحبت کردیم. چند هفته‌ای هست که شما از جنبه‌های مختلف تعریف کردید نوازش رو، اینکه ما چرا باید نوازش بدیم، چرا نوازش نمیدیم، و هفته قبل رفتیم سراغ مبحث جدید که خیلی مورد استقبال بود، اینکه اگر دیگران نوازش میدن چرا ما نمیپذیریم. میشه مقدار توضیح بدید که اون بینندهایی که ندیدن هفته قبل رو همراه بشن با ما؟ بله حتما. برمیگردم به تعریف نوازش برای بارها و دوباره که تعریف نوازش بود واحدی از شناخته شدن و ما نیاز داریم توی روابطمون دیده بشیم و فردیتمون و آنچه که هستیم بازخورد بگیره از طرف مقابلمون. بنابراین نوازشی که از نیازهای اساسی انسانه، چون وقتی هم توی پله هرم‌های نیازهای انسان در واقع پله هرم از اون نگاه میکنیم در میابیم که نوازش شدن در واقع نیاز ما رو به ارتباط که روی پله سومه و حتی عزت نفس در واقع تامین میکنه. و اینکه چی شد نوازش نمیگیریم، خب یک دلیلش این بودش که خودمون رو متناسب و لایق نوازش که به ما داده میشه نمیپنداریم. دلیلی که هفته پیش با هم صحبت کردیم داستانی بود به نام خویشتن پنداره یا تصویر ذهنی، و اینکه ما تصوری از خودمون از جنبه‌های مختلف جسمانی، ذهنی، عاطفی، هیجانی، اجتماعی، عملکردی، هوشی و غیره در زمان بچگی میسازیم که این تصویر در بزرگسالی هم میتونه تحت تاثیر عوامل ایجاد کنندش قرار بگیره. منتها بیشتر اون چیزی که اون رو شکل میده برداشت ما از محیطمونه، چون ما در آینه محیط خودمون رو تعریف میکنیم و مهمترین عواملی که در محیط وجود داره پدر و مادرن، جانشین روانی اونهان مثل کسانی که از ما مراقبت میکنن و همچنین همسن و سالهایی که برای ما نقش دگری مهم دارن و با اهمیتن و یا معلمهای دوران کودکی. اینی که ما چطور تعریف بشیم برمیگرده به این که چطور اون تعریف رو بپذیریم و بعد در ذهنمون تصویری بسازیم که بسیار در واقع ثابت هم میتونه باقی بمونه. اینی که اون موقع ها میگفتم ما شاهزاده و شازده کوچولو به دنیا میایم، بعدا میشون قورباغه. این از اون افسانه میاد که قورباغه تبدیل میشه به پرنسس و یا پرنس. موضوع اینه که ما وقتی به دنیا میایم با اون گوهر انسانیمون و ژنتیکمون با تمام نقصانها و توانایی‌هامون ولی بسیار با ارزشه، ولی در طول زمان برچسب‌هایی رو که دریافت میکنیم و اونها رو به عنوان واقعیت درونیمون میپذیریم باعث میشه که به شکلی در بیایم که در ذهنمون
بسیار پایداره، حتی اگر توانایی هامون و عملکردمون و یا حتی ظاهرمون فراتر از اون چیزی باشه که میپنداریم. اینجا بودش که تصویر ذهنی یا خویشتن پنداره شناختش اهمیت پیدا میکنه و از خیلی جهات روی رفتار ما تاثیر میذاره که یکی از اون جهات بهره نوازشی ما در جهت دریافت نوازش از دیگران بود. و این رو هم گفتم که در دنیای پدیدارشناسیمون واقعیت کاملا دریافت ما از واقعیته. یعنی اگر من در تصویر ذهنی خودم رو موجودی ناخوب و مزمحل میدونم، هر چقدر دیگران بگن اینطور نیست، تصویر ذهنی من چون دنیای پدیدارشناسی منه و چون واقعیت برای من در این دنیا با آنچه که میپندارم یکی فرض میشه، خب عملکرد من مثل همون موجود دوست نداشتنی و ناخوب خواهد بود. و اینجاست که دیگران کم کم نمیخوان دیگه به من نوازش بدن، چون فیدبک خوبی دریافت نمیکنن. من اونا رو طرد میکنم یا زبان بدنم خوش آمدگو نیست و کم کم کنار میکشن و همین موضوع باعث میشه که تصویر ذهنی ناخوب در من تقویت هم بشه و بعد از گذر سالها واقعا به عنوان یک حقیقت وجودی اون رو بپذیرم. در حالی که شاید استعدادهایی دارم که خیلی ارزشمنده و میتونه من رو به درجات خیلی بالاتر هم ببره. بله دقیقاً. این مال هفته پیش بود. ولی این هفته از یک منظر دیگه ای نگاهش میکنیم تا اینکه بتونیم این پازل نوازش ها رو کم کم کامل کنیم و اگر فرصتی باشه بریم سراغ موضوعهای دیگه ای در تحلیل رفتار متقابل و فرهنگ رفتاریمون. امروز میخوام بگم که گاهی اوقات ما گفتگوی درون داریم. این گفتگوی درون در موارد معدودی در سطح خودآگاه، یعنی اینکه من کاملا میفهمم که به خودم چی دارم میگم، ولی در خیلی از موارد در سطح تحت خودآگاه یا نیمه خودآگاه، یعنی سطحی از لایه‌های ذهن که خیلی هم بهش آگاهی ندارم ولی اونقدرم دور از دسترس نیست که ناخودآگاه باشه و اصلا ازش اطلاعی نداشته باشم. این گفتگوی درون میتونه بین دو حالت من والد و کودک اتفاق بیفته، بین دو حالت من با ویژگی‌های مخصوص خودشون. همونجور که گفته بودم در جلسات قبلیمون، هر یک از سه حالت مفروض والد، بالغ و کودک دارای فکر، رفتار و احساس هستن، هر کدوم برای خودشون. برای ما ممکنه تفکراتی در درون وجه والدمون داشته باشیم که این تفکرات به صورت برچسب، آسیب، هشدار و یا نگاه‌های نامطلوب راجع به وجه کودک درون ما باشه. در واقع اگر در تعریف والد داشتیم که والد مجموعی است از رفتار، افکار و احساساتی که نتیجه درون اندازی والدین یا جانشینی روانی اونهاست، خب وقتی هم که یک بچه‌ای برای مثال در زمان کودکی مورد توبیخ قرار میگیره و یا با یک والد کمال طلب مدام گوشه‌های لپرش بهش توصیه میشه و یا اینکه مدام ترسونده میشه، حس گناه بهش داده میشه، خب تمام این پیام ها رو توی والدش داره. حالا اگر اینها رو هر جای دنیا که باشه، در هر سنی که باشه نشناسه، حالا والد درونی است که ولکن نیست و به جان کودک سازگار درونش میفته و این پیام ها رو تکرار میکنه. ما به این حالت میگیم گفتگوی درون، یک جور بازی درونی که با خودمون داریم، مثل همین انیمیشن که در دو وجه با هم بازی میکردن و یک وجه میخواست بر دیگری غلبه کنه، اون یکی میخواست گاهی شیطونی کنه، از مکانیسم دفاعی استفاده میکرد، صفحه شطرنج رو برعکس میکرد و در واقع یک جوری میخواست واقعیت رو به شکل دیگه‌ای در بیاره، در حالی اینکه حقیقت این هست که اصلا چیزی در بیرون نیست. این یک فضای ذهنی در واقع پر از حالا ناخوشی یا در واقع اضطرابی که ما برای خودمون ساختیم. در واقع وقتی که گفتگوی درون داریم، این پیام‌های والد به کودک ارسال میشه و در درون کودک واکنش ایجاد میشه و کودک میخواد به والد پاسخ بده و این تبادل درونی در فضای ذهنی اتفاق میفته و اتفاقا خیلی هم جدی گرفته میشه در سطح تحت خودآگاه، بدون اینکه کاملا بهش آگاه و مشرف باشیم، توسط کودک درون جدی گرفته میشه و واکنش نشون داده میشه.
بنابراین اگر اصل امروز اصل یکمون این باشه که ما در لایه تحت خودآگاه هم میتونیم فکر و رفتار، در واقع فکر و احساس داشته باشیم، رفتار نه، رفتار میشه توی سطح بیرونی ما، و اینکه در این لایه میتونیم گفتگویی در اون بین والد و کودک داشته باشیم، میشه اصل 2، و اصل 3 اینه که گیرنده نوازش در درون ما وجه روان کودکه. نوازش میتونه از والد، بالغ یا کودک صادر بشه. نوازشی والدانه مثل مادری مهربان که بچه‌شو نوازش میکنه، یا خانومی که شوهرشو نوازش میکنه به صورت مهربانانه و مادرانه. نوازش بالغانه مثل اینکه ما تحلیلی درست از عمل کرده و پیشرفته یک آدم بهش نشون میدیم و در این تحلیل او به این نتیجه میرسه کارش خوب بوده و براش نوازش ساز. نوازش های کودکانه مثل اینکه میگن بزن بریم با هم یه بستنی بخوریم، یا اینکه الان که سرده بیا بریم با هم یه قهوه بخوریم. بنابراین بزن بریم، چه خوب. در واقع ما کودکامون داره همدیگر رو نوازش میکنه. اما گیرنده نوازش کودک درون ماست. پس بنابراین وقتی توی این اصل ما گیرنده نوازش رو کودک درون میدونیم و اگر گفتگوی هفته پیش من و شما و به همراه بینندگان عزیز مهارهای دریافت نوازش بوده، امروز به این میرسم که آیا، سوال من اینه که میخوام بینندگان بهش پاسخ بدن، که آیا ممکنه گفتگوی درون بین والد و کودک سازگار در سطح تحت خودآگاه اونقدر قوی باشه و مهار کننده باشه که کودک درون جهت دریافت نوازش بلاک بشه، فیلتر بشه اون نوازش و نتونه که نوازش رو دریافت بکنه؟ که پاسخش با این توضیحاتی که دادم بله هست. و حالا میخوایم ببینیم چطور مکانیسم عمل و اتفاق روانشناختیش رو با هم درک بکنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته که این موضوع رخ میده و معمولاً چه پیام‌هایی رد و بدل میشه و ما توی چه احساسی قرار میگیریم. فرض کنید که یک نفر داره به طرف مقابلش نوازشی میده، مثل این که میگه خیلی این پروژه‌ای که انجام دادی، مثلا محیط کاریه یه قرار بوده که یک پروژه انجام بده، خیلی خوب بود، باریکلا. رئیسش به کارمندش میگه، داره اونو نوازش میکنه، ولی اون کارمند این نوازش رو کاملا دریافت نمیکنه و یه جوری با زبان بدنش انگاری که داره طرد میکنه. وقتی که آگاه بشه توی لایه تحت خودآگاه، ممکنه این پیام والد رو بشنوه که کامل نیستی، کامل نیستی. اینو با یه تمرین میشه فهمید. یه کسی ما رو نوازش کنه و من میخونم براش که کامل نیستی، یا خوب نیستی، یا گناهکاری، یا احمق نشو، یا مواظب باش. اینا جزء 5 گروه اساسی پیام‌های والد ماست که به کودک موقع نوازش دیدن ارسال میشه و مانع دریافت نوازش میشه، که خب یکی از مهمترین هاش و در عین حال رایج تریناش کامل نیستیه. و هم میگه خواهش میکنم مرسی، یا میگیم از دیدنتون خیلی خوشحال شدم. پیش ته دلش، ته ذهنش اینه که حالا که بیشتر به من نزدیک شه میفهمه همچی خوشحالی هم نداره، چون من اونقدر که باید خوب نیستم. دوباره کامل نیستی. یا اینکه مثلا خونه رو جمع میکنیم و بعد دوستمون یا مثلا شریک زندگیمون میگه که چقدر خوب تمیز کردی، ولی مثلا اجاق گاز رو تمیز نکردیم هنوز. دوباره این پیام میاد که کامل نیستی. در حال باعث میشه اون نوازش رو دریافت نکنیم. موضوع اینه که اگر نوازشی داریم میگیریم برای جنبه‌های مثبت درونمون و جنبه‌هایی که کارآمده، والد میاد اون گوشه‌های لپر رو به واسطه بی‌نقص جویی که داره میبینه و میگه که تو خوب نیستی، کامل نیستی، در خور دریافت نوازش نیستی، چون فلان گوشش لپره. و بنابراین همین پیامی که از والد درون به سمت کودک میاد، یعنی اگه ما والد، بالغ و کودک رو فرض کنیم، پیامی که از والد به سمت کودک میاد باعث میشه نوازشی که داره به سمت ما میاد بلاک بشه و دریافت نشه، چون میگه تو کامل نبودی. کودک درون احساس ناخوبی پیدا میکنه و من در مقابل اون نوازش بیرونی خودم رو میبندم
خب بعد اگر این اتفاق نیفته واکنش چیه؟ یعنی اینکه فرض میکنیم که من این نوازش رو دریافت کردم، حالا چه حالی پیدا میکنم یا چی درون من شکل میگیره؟ واکنشم چیه؟ چون اینکه شما میگین شاید برای خیلی از ما اتفاق افتاده باشه دیگه. اول اینکه خیلی طولانی حرف نزنم، معمولا اینه که ما توی برخوردامون و چاق سلامتیامون یه سری جمله رو میگیم، این کار نداریم به مفهومش. خیلی خوشحال شدم دیدمتون، ارادت دارم، مخلصیم و حالا هر چیز دیگری. مفهوم مهم نیست، یه سری جمله رو میگیم حسب عادت، اون آدم هم حسب عادت دریافت میکنه و جواب میده. ولی تو این مواردی که شما میگین واکنش چی میشه؟ اون که مراسم و مناسک حال احوال پرسیه و نوازش‌های اتوماتیکیه که در واقع ما اونو اجرا میکنیم و خیلی هم از روی والد درون اندازی شده، همون جوری که حالا عرفه یا پدر و مادر حال احوال میکردن. آره اون کمترین حد نوازشه، چون میگیم نوازش واحدی از شناخته شدنه. به طرف میگیم سلام چطوری، خوبی، خانواده خوبن، در کس خانواده‌شو نمیشناسیم و بنابراین نشون میده که خیلی خوب به او توجه نداریم. ولی وقتی نوازشایی که واقعا حاصل شناختنه، برای مثال شما ویژگی در من میبینید که حاصل تحلیلتونه و درست هم هست و اینو به من میگید، ولی والد درون من یکی از این 5 پیامی که حالا باید دونه دونه یه خورده تحلیلش کنم به کودک درون من میده، میگه من در خور دریافت نوازش نیستم چون کامل نبودم. اون وقت واکنشی که من نشون میدم زبان بدنمه، انقباض درونیمه و فرار از محیطیه که داره به من نوازش داده میشه. ما میتونیم انقباضهای جسمانی ظریفی رو که موقع دریافت نوازش بهمون در واقع در جسممون حس میکنیم و درک بکنیم اگر این پیام ها رو داریم. بنابراین اگر کسی با این پیام کامل نیستی بین والد انتقادگر و کودک سازگارش درگیره و نوازشی بهش داده میشه، خودش حس میکنه که دوست داره از اون محیط بیاد بیرون، دوست داره که بحث رو عوض کنه، اندکی انقباض جسمانی داره و این میتونه با گره کردن دست، انگشتای پا رو تو کفش جمع کردن، یه خورده انقباض عضلانی و یا حتی ریز بیانهای زبان بدن خودشو نشون بده. برای مثلا وقتی ما به چیزی اعتقاد نداریم، یکی از حرکات خیلی ریزی که در زبان بدنمون نشون میدیم حرکات روی بینی و روی چشم و یا گوشه. وقتی که من بدون که در واقع بفهمم گوشم و اینجوری دست میزنم، به این معنا میتونه باشه که اون چیزی رو که گفتی قبول ندارم. البته نه به این معنا که هر کسی گوشش رو دست داد به این چیز زبان بدن، خود ظرافت و دقیقاً اینجوری نیست که یه لغت رو بدونیم، کل زبان و قواعد گرامر مخصوص خودش داره. خوشه و یه مجموعه باید تعریف. بله دقیقاً. آقای دکتر من به دنبال پاسخ این سوالم، یا شاید بهتر بگم شاید با یه مثال شما بتونید بهتر به ما بگید که اگر که من توی موقعیت نوازش قرار بگیرم و هیچ چیزی مانع دریافت این نوازش نشه، چه واکنشی نشون میدم؟ و حالا تو هر یک از این حالتهای 5گانه ممکنه چه واکنشی نشون بدم؟ اینجوری خیلی ملموس‌تر میتونه بشه. بله. واکنش در سطح هیجانی، احساس آرامش، خوشایندی از دریافت نوازش و میل به همراهی با اون آدم. بنابراین در سطح هیجانی من احساس آرامی دارم. حالا میتونه اسمش خوشحالی باشه، شادی باشه، سرور باشه، وجد باشه یا هر چیز دیگه، اما احساسی است مطلوب و دوست داشتنی. در سطح فکر اگر بخوام عمیق شم در درون خودم و لایه‌های پایین‌تر رو نگاه بکنم، پذیرش نوازش و در واقع این ایده که من از این موضوع که منو اینطور شناختید و دیدید خوشحالم. در سطح رفتاری پذیرا و در عین حال بازخوردی مناسب از اینکه نوازش شدم، نه اینکه بخوام خودم بکشم کنار بگم شما لطف دارید، نه بابا اینجوری هم نیست، خواهش میکنم. 80-90% موارد هممون همینو میگی. بله و من میخوام که نگم. موضوع اینه که کسی که نوازش میکنه اگر نوازشش واقعی باشه و پلاستیکی نباشه، دوست داره که اون هدیه‌ای رو که میده مورد پسند واقع شه. اگه شما میرید برای کسی کادویی میخرید و برای خرید این کادو زمان گذاشتید و فکر کردید که اون آدم برای مثال چه ادکلونی یا نوع لباسی و کتابی براش مناسبه و گشتید رو و اون رو شناختید و این کادو رو براش خریدید، دوست دارید که احتمالاً کادو رو باز کنه و وجد اون رو از دریافت این کادو دیده باشید. نوازش هم همچون یک هدیه است.
که ما به هم دیگه میدیم. ولی اگر من فکر کردم و راجب برای شما نوعی چیز جدیدی دیدم و نوازشی کردم، این همون کادو است که دوست دارم واکنش شما واکنش مطلوبی باشه، نه اینکه با این نگاه که لطف داری، نه بابا خوبم نیست، خواهش میکنم. و اون وقت من خودم به عنوان دهنده نوازش احساسی از طرد شدگی خواهم داشت و برای این دفعه بعد کمتر وارد تعاملات نوازشی با شما میشم. برای مثال شما نوعی منظورم اینه که اگر نوازش واحدی از شناخته شدنه و تبادل نوازشی یعنی دو سویه نوازش در رفت و آمد، خب باید به این دقت بکنیم که رفتش و بعد آمدش نیاز به این داره که ما بازخوردهای خوبی بدیم به هم وقتی همدیگر رو نوازش میکنیم، نه اینکه با پیام‌هایی مثل اینکه لطف داری، اینجوری هم نیست، چشاتون قشنگ میبینه، ای بابا خواهش میکنم، حالا موضوع رو عوض کنیم، یه خورده مکس کنیم. وقتی که دقیقاً یه خورده مکس کنیم، نوازش رو دریافت کنیم، حتی توی این مکس چند ثانیه‌ای میتونیم این پیام‌ها رو بشنویم که داریم یا نه، و اگه نداریم بعدن که تشکر میکنم که مرسی که به من توجه میکنی، سپاسگزارم، یا هر جمله دیگه‌ای که نشان دهنده این باشه که نوازش رو دریافت کردم و متوجه توجه شما هم شدم. بله، و متوجه توجه شما هم شدم. دوباره این خودش یک نوازشه، یعنی من تو رو دیدم و نوازش تو دیدم و درست شناختم و بنابراین نوازش ها افزون میشه. نگاه جالبی به قضیه. بله فکر میکنم. من فکر میکنم که خیلی از ماها واقعا تو 80-90% موارد درگیر همین جمله های متداولیم و خیلی به اون نوازش که دریافت میکنیم جدی نگاه نمیکنیم. ترکیبش نیاز داریم. نمیتونم انکار کنم. الان تهیه کننده برنامه میگه که برخی از بیننده‌هامون زنگ زدن تو مجموعه تماسی که داشتیم، این سوال پرتکرار بوده که عصبانیت باعث میشه که نوازش ندیم یا نگیریم؟ بله، ما اینو با هم بررسی هم کرده بودیم که از عوامل در واقع مانع در نوازش دادن و گرفتن عصبانیت، خشم و بعد تعمیم افراطی این عصبانیت و خشم و بعد در واقع حتی پیشتر بره تبدیل میشه به نفرت و جدایی. اون مانع نوازش دادن میشه. برای همینه که رنجش زدایی رو که اگر با هم باشیم و هفته بعد نگاه بکنیم یه تکنیکیه که کمک میکنه که ما اون عصبانیت ها و رنجش و دلخوری ها رو، اون نوازش های منفی رو که دوستش نداشتیم و جاهای از رابطه که خوب نیست رو بتونیم که در واقع بزداییم و به یک رابطه بهتری برسیم. بسیار خوب. آقای دکتر بابایی‌زاده، ما حدود 3-4 دقیقه وقت داریم برای اینکه این بحث رو جمع‌بندی بکنیم و شاید میشه گفتش که اون سره ماجرا که شما امروز گفتین، این قسمتی که ما چقدر توی پذیرش نوازش‌ها و واکنش که میدیم گاهی اوقات با ضعف عمل میکنیم، یعنی اصلا دقت نمیکنیم چه اتفاق داره میفته. بله، در حضور شما همیشه زود دیر میشه و میمونه یه چیزایی. در حضور شما قربان. خواهش میکنم. خیلی میبریم. خدمت شما عرض کنم بله، ما از گفتگوی درون صحبت کردیم و به انیمیشن خیلی خوبمون امروز اشاره کردیم و اینکه گاهی اوقات ما در درونمون با خودمون سر جنگیم و انگاری که والد درون یک جوری میخواد بگه که بقیه تو رو دوست ندارند و تو اصلا اونجوری که باید بودی نیستی، همونجوری که بچه کوچولو وقتی که کودک بوده توسط والدینش مورد ارعاب قرار می گرفته و تو خوب نیستی بهش داده می شد. این پیام ها چندگانند، مانع نوازشی هن. یکی از مهمتریناشون کامل نیستیه و از اونجایی که کامل بودن واقعا مفهومی است انتزاعی و در مقایسه و هیچ وقت نمیتونم بگم چه چیزی کامله، این هیچ وقت به پایان نمیرسه. یعنی ما هرچند بریم جلو وقتی این پیام والدمون رو نشناسیم همچنان با ما میاد. دگریش هستش که خوب نیستی، یک احساس ناخوب که تو اصلا موجود خوب و لایقی نیستی از والد به کودک داده میشه. بعد هستش که گناهکاری، مثل کسی که در زمینه احساس گناه میکنه، مثلا مثل مادری که فکر میکنه در زمان بچگی برای بچه اولش چندان مادرانگی نکرده و بعداً حتی اگر برای دیگر بچهش یا همون ازش تشکری بشه مدام اون احساسهای ناخوب قدیمی بالا میاد و گناهکاری بهش داده میشه. به همچنین دو پیام دیگه که میگه مواظب باش، چی میخواد ازت، چه اتفاقی میخواد بیفته و احمق نشو،
میبخشید که اینطور میگم ولی جزء پیام‌های والده. معذرت میخوام از بینندگان عزیزمون. یعنی اینکه داره سرت کلاه میذاره، میخواد که تو رو در واقع گول بزنه و این پیام‌ها هر 5 تاشون ممکنه که ما هر 5 تا رو داشته باشیم، بعضیا در ما قوی تر باشه یا اینکه خوشبخت میشم اگر هیچ کدومو نداشته باشیم و مانع دریافت نوازش بشه و با سیستم گفتگوی درون. پس اصل 1 میگفت ما در سطح تحت خودآگاه گفتگوهای درون داریم. اصل 2 میگفت گفتگوی درون غالباً بین والد انتقادگر و کودک سازگار اتفاق میفته. برای این والد میخواد که کودک رو سازگار کنه و اون پیام رو بهش بخورونه. اصل 3 ما میگفتش که دهنده نوازش همه حالتهای منن ولی گیرندش کودکه و در آخر وقتی این گفتگوی درون اتفاق میفته، گفتگویی که بین والد و کودک باعث میشه نوازشی که از بیرون میاد دریافت نشه و این نگاه امروزمون بود به موانع دریافت نوازش. بسیار عالی. مثل هر هفته که معمولا ما رو آماده میکنه آقای دکتر بابایی‌زاده برای هفته آینده، میتونیم توی این هفته مبنا رو بر تمرکز روی همین دریافت نوازش بذاریم و اینکه چه واکنشی نشون میدیم به نوازشی که میگیریم؟ بله، من پیشنهادی دارم و تمرینی، اینکه در طول این هفته وقتی نوازش میشیم برای 1 ثانیه 2 ثانیه اتفاقی نمیفته، واکنشی نشون ندیم، حرفی نزنید. آره، یه خورده در درون خودمون گوش کنیم ببینیم آیا این پیام ها، حالا نه لزوما به صورت این جملات، در درون ما خودی نشون میده و بعد واکنشی مناسبتر حاصل از دریافت نوازش رو نشون بدیم، نه واکنش های اتوماتیکی مثل اینکه لطف داری یا خواهش میکنم و اینها، که اجازه بدیم نوازش 2 جانبه و افزون بشه. بسیار عالی. و اینکه گاهی اوقات بپذیریم این چیزی که نوازشمون میکنن واقعا وجود داره در ما. بله. بسیار عالی. آقای دکتر علی بابایی‌زاده ازتون خیلی ممنونم. خواهش میکنم که ما رو همراهی کردین. خانم آقایون